خیر بگرداند بلند صلوات. خلاصی طنز مفروضین هم بلند صلوات. هر عزیزی که التماس دعا کردن، التماس دعا دارن، در دلشان نیت کنن، انشاءالله از این جماعت سلام میزنن و دوستا آمین میگن و صلوات میفرستن. شک نکنید، حوالشان مشغوله باشن، انشاءالله بدون شک در این روز مبارک حاجتان برآورده میگردد. خدایا باز هم با آلوی محمد و آل محمد حوائج مشروعه دنیوی و اخروی همگان، مخصوصا این عزیزان که در این جلسه با عظمت اشتراک یک کف مرتب بزنید دوستان. همگی دوستان عزیز، سپاس مکرر شما معذرت کنید. مسئولین التماس کردن دوستان که بشینید، در جاهایتان تشریف داشته باشید تا نزدی که از طرف مرکز تجارتی بهارستان و از طرف مسئولین، از طرف عزیزانی که سهم داشتن و سهم گرفتن در این نظر تهیه می‌شدن، نوشیجان کنید، خاطر داشته باشید. انشاءالله سر جایتان تشریف داشته باشید. هر کی صدای مسئولی را یک صلوات بلند می‌فرستد. دوستان لطفاً مقامهایی که در موقع تنظیم شدن نگفتند تا امروز و فردا را حداقل وقت باقی است. ما باید اگر توانایی را ندارد که مقامه جدید یا گل باز تنظیم کنیم مجددا، حداقل این مقامه را نگفتند. تشکر. شام بخیر. شام بخیر. عزیزان ما التماس دعا کردن و جای تشریف نداشتن، انشاءالله دعای مختصر صورت میگیرن و انشاءالله آمین بگیرن. یا حمید و حق محمد، یا آمین و حق یا محسن و حق الحسن، یا آمین و حسان و حسین. پروردگارا این ما را بخش بیاموز، گذشتگان و خدام را یک رحمت بگردان. پروردگارا این محفل با عظمت، این توسلات، این جشن را از همه مخالفت از مسئولین واقعا قبول بگردان. پروردگارا خالی از ریا بگردان. پروردگارا ظهور ما فی صدور مهدی زهرا معجل. حضرت من عاشقی سال حضرت من
انتظار فرج همسر نماده حضرت ملیه با مثل ظروف با سفیر پروردگار با بهار و صبا منتقم فکسما یا نصارات میگه شاه حسینی سلام یا مهدی مدد یا مهدی یا مهدی مدد یا مهدی یا مهدی مدد یا مهدی یا آمد میران گل سر سبد گلخانه ایمان آمد میران گل سر سبد گلخانه ایمان آمد مهدی مهدی یا مهدی 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 یا مهدی مهدی یک مولودی میزنم خیلی کوتاه و خاطر اینکه اسم حقیقی دلبرد از پرست مناحت بیانی تو قرآن میخوان که بوسه زند بر دهان تو ای عمر وحی از نفست گشت جاودان عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان. تقدیم و تشکر فراوان از بلبلان مکتب اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا دو عزیزی ما که در اخیر درفشانی کردند، هر یک جناب خاج استاد توکلی و جناب کربالیشان. شفای عاجل کرم فرما، قرض همه مفروضین ادا گردان، سفر همه مسافرین بی خطر بگردان، پروردگارا زندانیان بیگناه را از قید و بند رها بگردان، پروردگارا دعای ما را به حق مؤمنین و دعای مؤمنین را به حق ما مستجاب. ستاره بدرخشیده ماه مجلس شد، تمام هستی زهرا نصیب نرجس شد بلند سرا. آیسر معظم آیسر بفرمایید سی نفر و نمایندگی از عزیزان تا کیک رو گوش کنیم. معذرت میخوایم از بقیه دوستایی که جا تنگ است فرصت پیدا نمیشه. انشالله خیلی لطف کردیم در ثواب این محفل با عظمت همه شریک شدیم. انشالله همه حاضر روا باشه.
همه با هم یا